به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام دانش آموزان گرامی، درس 25 است از سلسله درس های روسی برای نوآموزان. الفبای زبان روسی حرف ц. این حرف در زبان تاجیکی در الفبای زبان تاجیکی حاضره وجود ندارد. اون با طرف دندانهای پیش تلفظ کرده می شود. ц زبان را در دندانهای پایانی، یعنی در دندانهای پیش قسم پایانی میگذاریم و مثل اینکه ت و س میگوییم. ت و س رو اگر تیز تلفظ کنیم ц می شود. ц. خب این حرف شبیه خود را در الفبای زبان عربی دارد، ولیکن 100% نه، کمی مانندی دارد. مثل حرفی سه نقطه س با دندانهای پیش تلفظ کرده می شود، لیکن در زبان عربی ت و س نمیگوییم، سه توقع س، ولیکن این ц است. ц حرفی ц. цветок گل. خب цирк با زبان تاجیکی هم سیرک میگویند، ولیکن سه عادی، یعنی سه که در زبان تاجیکی است. من اینجا سیرک بینای مدوری صحنه اش واقع در مابین و گرداگردش نشستگاه که در آن هر گونه مشق ها نشان میدهند و حیوان ها را بازی می‌دارانند. یعنی یک بینایی هست که صحنه‌اش در بین تماشابینان است، و در اینجا هر گونه نقش آفری و حیوان ها نیز در اینجا گاه بازی می‌دارند. این رو سیرک میگویند. خب цыпленок چوجه و زبان تاجیکی چوجه. خب این بود درس 25. تا درس های نوبتی، خدا نگهداری یکایک شما بود.